یکی از قابلیت‌های سیستم‌های پروتون اینه که پروتون میتونه به صورت زنده طول و عرض مکانی که داره اسکن میکنه رو بهتون بگه. خط اول و دوم تو صفحه نمایش طول و عرض جغرافیایی مکانی که سیستم داره سنس میکنه رو بهتون نشون میده. خط سوم فاصله اپراتور تا اون هدفه. خط چهارم فاصله لیدار یا فاصله چشمی. و خط پنجم نشون دهنده عمق هدفه. پروتون با تکنولوژی بالایی که داره میتونه همه اطلاعات هدف هم از لحاظ موقعیت و هم فاصله تا اپراتور و هم عمق اون هدف رو به صورت دقیق در اختیار کاربر قرار بده. همچنین این سیستم با اندازه‌گیری شدت سیگنال برگشتی میتونه جنس اون هدف رو هم مشخص کنه. این قابلیت‌ها و تکنولوژی‌های جدید در پروتون این سیستم رو به یک سیستم با کاربری آسون و بروز تبدیل کرده.